خب سلام به همه دوستان، شب و روزتون بخیر باشه. من مهدی زارعی هستم و تو این آموزش می‌خوایم در مورد ریاکت یوز با هم صحبت بکنیم. همونطور که از اسمش مشخصه، برای دیولپرهایی که دارن ریاکت کار میکنن. ببین، ریاکت یوز در واقع خیلی ساده بخوام بگم مجموعه ای از کاستوم هوک هاست که جمع آوری شده و به صورت یک لایبرری در اومده. آلترناتیو هایی داره و اون آلترناتیو ها رو ما بررسی میکنیم، خود ریاکت یوز رو بررسی میکنیم. اما قبل از اون یک نکاتی در مورد این کاستوم هوک ها و خود هوک ها در ریاکت باید بهتون بگم. اگر دیولپر ریاکت هستید قاعدتا میدونید از ریاکت ورژن 16 به بعد بخش فانکشنال ریاکت خیلی قدرتمند شد با اومدن هوک ها و خود داکیومنت ریاکت هم توصیه کرد که دیگه از کلاس کامپوننت ها استفاده نکنیم. هوک ها نقش بسیار مهمی در ریاکت دارن و هر یک دیولپری باید هوک ها رو بدونه، چون بسیار زیاد از هوک ها قراره استفاده بکنه. موردی که از خود ریاکت یک لایبرریه و قاعدتاً هر آن چیزی که درش هست نمیتونیم بگیم کامل و جامع قرار نیازهای ما رو برآورده بکنه. پس یک جاهایی ما نیازه که از لایبرری ها، از پکیج ها و حتی از فریم ورک هایی کمک بگیریم تا پروژه ما پروژه قوی تری بشه. یکی از این لایبرری ها ریاکت یوز هست و ریاکت یوز مجموعه از کاستوم هوک هاست. خود هوک های ریاکت سر جای خودشون باقی میمونن و به شدت قدرتمند هستن، اما کافی نیستن. یک جاهایی ما نیاز داریم که یک عملیات هایی انجام بدیم که خود ریاکت اون رو ساپورت نمیکنه و قاعدتا این که بخوایم هر موردی رو که قبلا پیاده سازی شده دوباره بخوایم پیاده بکنیم، خب این کار خیلی جالبی نیست. برای همین از کاستوم هوک هایی که نوشته شده و امتحان خودش رو پس داده ما استفاده میکنیم. اول از همه لایبرری ها یا پکیج هایی که برای کاستوم هوک ها نوشته شدن رو بررسی بکنیم. اینا معروف ترینشن که ریاکت یوز رو میبینیم با دانلود هفتگی 1,200,000 با اختلاف نسبت به بقیه بهتره و آخرین آپدیتی هم که داده 2 روز پیشه و سال پابلیش و کرییت این حالا پکیج یا لایبرری 5 سال پیشه. اینجا صفحه گیت هاب ریاکت یوز هست، بریم و با هم بررسی داشته باشیم. اینجا هم داکیومنتش هست. خود ریاکت یوز کاستوم هوک های زیادی داره و اومده اینا رو تقسیم کرده. یکی از بخشایی که تقسیم کرده بخش سنسورها هست، یکی از بخش‌ها یو آی، انیمیشن، ساید افکت، لایف سایکل و استیت ها. حالا توی هر بخش کاستوم هوک های کاربردی استفاده شده، ولی بخش لایف سایکل، بخش استیت و بخش ساید افکت میتونه کاربردی تر باشه. مثلا من از انیمیشن ها تا الان استفاده نکردم، از یو آی خیلی استفاده نکردم. سنسورها هم کاستوم هوک های کاربردی داره که میتونه کمک ما بکنه. این نکته رو بگم که قرار نیست ما تمام این کاستوم هوک ها رو دونه بدونه بررسی بکنیم و مثال هاش رو ببینیم. میبینید که تعداد کاستوم هوک ها زیاده و قرار نیست که شما همه اینها رو هم بلد باشید. خوبه که بدونید چه کاستوم هوک هایی ساخته شده، چون قاعدتا یک منطقی پشت ساخت این کاستوم هوک ها بوده، یک احساس نیازی بوده که این کاستوم هوک ها ساخته شده و اون احساس نیاز رو شما ممکنه در پروژه هاتون داشته باشید. برای همین خوبه که یک نگاهی داشته باشید به اینها که اگر زمانی این نیاز رو احساس کردید خیلی سریع بدونید که چطوری و با چه هوکی این موضوع میتونه برطرف بشه. ولی خب قاعدتا نمیشه اونا رو بررسی کرد. اگر مایل بودید میتونم یک دوره‌ای کوتاه در مورد ریاکت یوز، یعنی به صورت یک پلیلیست چند قسمتی درست بکنم در کانال یوتیوب و خیلی دقیق تر بررسی بکنیم، ولی فعلا میخوایم اون کاستوم هوک های مهم رو بررسی بکنیم. اینجا ما 2 تا قسمت رو میتونیم انتخاب بکنیم. بخش دمو هست و بخش خود اون هوکه، یعنی چطور اون هوک رو ما استفاده بکنیم. اول از همه بریم سراغ استفادهش. این هوک برای یوز باتری هست. نحوه استفادهش هم خیلی ساده است. یوز باتری رو ما ایمپورت میکنیم از ریاکت یوز و بعدش هم این یوز باتری چند تا متد یا فانکشن داره که اینجا میبینیم ای ساپورت لول، شارژینگ یا چارجینگ، دیسچارجینگ تایم و شارژینگ تایم. حالا توی دمو میتونیم بهتر متوجه بشیم. اینجا توی دمو کاملا مشخصه. اینجا نوشته شارژینگ ترو که بله دیوایس من الان در حال شارژ شدن هست. لول میگه که چند درصده که 22% و شارژینگ تایمش رو ولی ننوشته که چقدر طول میکشه که این در واقع فول بشه. اما اگه من الان از شارژ در بیارم لپتاپم رو میبینیم که این بلافاصله تغییر کرد و حالت فالس گرفت. دیسچارجینگ تایم و شارژینگ تایم معمولا مینوشت. حالا من یه بار که تست کردم یعنی میگه که چقدر طول میکشه که شارژ باتری فول بشه یا به 0 برسه. نحوه استفادهش هم میبینید که خیلی ساده است. قاعدتا اگر یه ذره ریاکت کار کرده باشید میتونید به راحتی از این استفاده بکنید. هوک بعدی که ما بخوایم استفاده بکنیم ازش یوز آیدل به نظرم جالبه. یعنی
کاربردی نیست خیلی، ولی جالبه، میتونیم استفاده بکنیم. حالا اینجا دمو نداشتین هوک، ولی نکته که باید بدونید اینه که خیلی از این هوک ها فقط مختص ریاکت یوز نیست. یعنی من اگر این رو سرچ بزنم میبینیم که لایبرری ها و پکیج های دیگه هم این هوک رو دارن و خیلی بعید میدونم که در سورس کدش هم خیلی تفاوتی باشه. در مجموع یک هدف رو دنبال میکنن و اینجا من میتونم از این یوز هوک هم استفاده بکنم. اینجا مثلا یه دمو داره، برای اینکه نشونتون بدم میتونم از دموی یوز هوک استفاده بکنم. گفتم یک هدف رو دنبال میکنن. اینجا میگه که الان اکتیوه، ولی اگر من 5 ثانیه هیچ اکشنی انجام ندم و موس رو تکون ندم، اینجا از حالت اکتیو خارج میشه. میگم میتونه بسته به نیاز پروژه کاربردی باشه. قاعدتا اون زمان که این تسک رو به شما بدن شما هیچ ایده ای ندارید که این موضوع چطور پیاده بشه، ولی الان حداقل این توی ذهنتون هست که اگر زمان این تسک رو به شما بدن به راحتی میتونید پیادهش بکنید. که نحوه استفادهش هم میبینیم خیلی ساده است و ایمپورتش میکنیم و در این متغیر میریزیم و حالا متغیر رو به صورت شرطی، یک متغیر بولیان هست که اگر در واقع ترو بود ما میگیم الان شما حالت غیر فعال هستی و اگر نبود میگیم نه نیست. اینجا یوز کی ها رو داریم که برای استفاده از کیپرس ها و اون کیبورد استفاده میشه. مختص اون حالا هر کدوم یک اکشنی رو انجام میده که میتونید خیلی راحت بیاید و دموش رو مطالعه بکنید. یوز لوکیشن و یوز سرچ پارام هست برای نویگیشن بین صفحاتی که اگر ریاکت روتر و نیکست جی اس رو کار کرده باشید قاعدتا با این دو تا آشنا هستید و به راحتی میتونید استفاده بکنید. یوز مدیا هست برای نوشتن مدیا کوئری ها که این مقدار سینتکسش متفاوت شده و ساده تر شده. اینجا ما میتونیم همونجا به صورت یک مقدار بولیان ما بیایم و یک مدیا کوئری بسازیم که خیلی راحت کار شرطی ما رو انجام میدم. قاعدتا اگر از تیلویند، بوت استرپ یا یک یو آی لایبرری یا یک کانفیگ درست سر پروژهتون استفاده بکنید این موارد قابل هندل هست. ولی خب مثلا پکیج های مثل ریاکت ریسپانسیو هست که دقیقاً همین کار رو انجام میده و شما هم میتونید با ریاکت یوز این کار انجام بدید. تفاوتی خیلی نمیکنه مگر اینکه میگم از یو آی لایبرری یا کانفیگ خاصی استفاده بکنید. اما از نوشتن مدیا کوئری در CSS این خیلی بهتره. و حالا مواردی که برای اکشن های موس انجام میشه، یه هوک دیگه یوز نتورک استیت هست که به ما نشون میده که الان وضعیت اینترنت کاربر در چه وضعیتی، آیا آفلاین آنلاین. ما میتونیم اینجا یک پیغام رو بهش نمایش بدیم که اینجا میبینید آنلاین ترو و به نظرم این هم میتونه کاربردی باشه و من دیدم در اپلیکیشن هایی که این پیغام رو به کاربر نمایش میدن که اگر اینترنتش قطع میشه پیغام میده که الان شما اینترنتتون قطع شده، دیسکانکت شدید و لطفا مجددا اینترنت خود رو وصل کنید. یوز پیج لیو هست که حالا یوز اورینتیشن هم من باز میکنم. اینجا یوز پیج لیو میگه اگر یک سکشنی که ما داریم موس از اون خارج شد بیایم و ما یک پیغام یا هر اکشن رو که میخوایم انجام بدیم. این هم بسته به نیاز اون تسکی که داریم میتونه کاربردی باشه. یوز اورینتیشن که لندسکیپ بودن یا پورتریت بودن دیوایس کاربر رو میتونه تشخیص بده. یوز استارت تایپینگ رو داریم که این هم میتونه خوب باشه که اینجا زمانی که ما بخوایم شروع به تایپ بکنیم، حالا من دموش رو میتونم براتون بیارم، اشتباه کلیک کردم این دمو نداره، ولی زمانی که ما بخوایم شروع به تایپ کردن بکنیم اینجا یک پیغامی رو به ما نمایش میده. حالا میگم بسته به نیاز اون تسک میتونه که قابل استفاده باشه. خیلی خودم با بخش سنسوراش حال نمی‌کنم و یو آیش هم چند تا هوک جالب داره مثل یوز کلیک اوی که برای مودال ها میتونه استفاده بشه. در واقع کاری میکنه که ما اگر از اون المنتی که داریم، از اون ایریایی که داریم جای دیگر رو کلیک بکنیم، خارج از اون کلیک بکنیم، یک اکشنی برای ما انجام بشه. دیدید که یک سری مودال وقتی در وسط صفحه باز میشه اگر ما جای دیگر رو هم کلیک بکنیم اون مودال بسته میشه و اگر نخوایم از پکیجی استفاده بکنیم و پیور بنویسیم میتونیم از این کاستوم هوک کمک بگیریم. یوز آدیو هست و یوز ویدیو هست برای کنترل تصاویر و صداها. این یوز آدیو میتونه برای موزیک پلیر کاربردی باشه. و یوز فول اسکرین هست که اگر ما کلیک بکنیم، حالا من دموش رو بیارم براتون، اینجا اگر ما کلیک بکنیم به صورت فول اسکرین در میاد صفحه و حالا من آفش میکنم. اینا خیلی کاربردی نیست مگر اینکه در هر پروژه 2 بار 3 بار نهایتا بخواید از این استفاده بکنید، چون خیلی چیز کاربردی نیست. یوز وایبریت هست برای اینکه ما بخوایم یک ویبره رو در دیوایس کاربر ایجاد بکنیم. انیمیشن ها هست که حالا با این بخش من خیلی کاری ندارم، اینو میتونید خودتون مطالعه بکنید، اما اصل مطلب
در مورد ساید افکت ها، لایف سایکل ها و استیت ها است. یه مقدار عمیق‌تر بررسی بکنیم. اول از همه یوز ایسینک و یوز ایسینک فانکشن، یوز ایسینک ریترای رو داره. اینا رو با هم بررسی بکنیم. می‌بینیم نحوه استفادهش رو نوشته اینجا. این خیلی جالبه. میاد یک عملیات ایسینک رو حالت هم یوز افکت میذاره، یعنی ما یک دیپندنسی بهش میدیم که بر اساس اون بیاد و ری رندر بشه، همین که اون رو خیلی راحت در یک متغیر قرار میده. ولی جالب ترش هوک بعدیه که یوز ایسینک فانکشن است که ما خیلی ساده این رو میتونیم در یه استیت ذخیره بکنیم و دوفچ که خیلی میتونه جالب باشه دیگه. به جای اینکه ما بخوایم هندل کلیک درست بکنیم و بعد بیایم یک یوز افکت درست بکنیم، این یوز افکت رو ذخیره بکنیم تو استیت با ست استیت، خیلی ساده همینجا ما اومدیم هم با این هوک هم استیتش رو داریم هم هندل کلیکش رو داریم. یعنی اگر که کلیک کرد روی اون باتن این دوفچ اجرا بشه و در واقع این عملیات میاد و اجرا میشه و میگم کاربردیه. و ریترای رو داریم که اینجا ما میتونیم با آن کلیک کردن یک بار دیگه این عملیات رو انجام بدیم. ولی نکته‌ای که هست الان با اومدن لایبرری ها و پکیج هایی برای ریاکت مثل ریاکت کوئری، اینا خیلی قابل استفاده نیست. یعنی من توصیه‌ام اینه که حتما از ریاکت کوئری استفاده بکنید. ریاکت کوئری خیلی موارد بیشتر از ریترای کردن و فچ و اینها رو داره و دستتون خیلی بازتره. اما اگر بخواید تقریبا پیور کد بنویسید، میتونید از همچین کاستوم هوک هایی هم استفاده بکنید که کارتون رو سریعتر پیش ببره. یوز بیفور آنلود هست که این هم خوبه، جالبه برای من. میگه که وقتی کاربر بخواد صفحه رو ریلود بکنه یا صفحه رو ببنده، شما قبلش میتونی یک اکشنی رو انجام بدی که به نظر من این در اکثر وبسایت ها و اپلیکیشن ها ما این رو دیدیم و این هم خیلی کاربردیه. بحث بعدی یوز کوکی است. برای مدیریت و هندل کردن کوکی ها است. البته کوکی معمولا توی پروژه ریاکتی از پکیج کوکی یونیورسال استفاده میکنن، اما اگر نخواهید از اون پکیج استفاده کنید، این هوک هم میتونه بهتون کمک بکنه. کاستوم هوک بعدی یوز کپی تو کلیپ بورد هست که اتفاقا من تقریبا یک ماه پیش با این موضوع سر کار داشتم و یک تسکی داشتم که باید کپی میکردم و اول اومدم پیور بنویسم، ولی این عملیات کپی کردنش اوکی بود. ولی اینکه بخوایم حالا یک متنی رو هم کنارش نمایش بدیم که الان کپی شد، یه مقدار از من زمان می‌برد که بخوام به صورت پیور بنویسم. ولی از این کاستوم هوک استفاده کردم، خیلی ساده تونستم این کارو انجام بدم بدون اینکه زمانی از من بگیره. یوز دیبانس هست که من یوز دیبانس رو خیلی دوست دارم و حتما در پروژه ازش استفاده میکنم. قبل از اینکه توضیح بدم اینجا یک مثال براتون بزنم. اینجا ببینید ویتینگ چند ثانیه که من چیزی تایپ نمی‌کنم اینجا برای من اعمال میشه. خیلی ساده بخوام بهتون بگم با یک مثال. فرض کنید یک وبسایتی دارید که یک سرچ باکس داره، یک وبسایت فیلم و یک سرچ باکس داره که کاربر میاد و یک اسم فیلمی رو میخواد سرچ بزنه. کاراکتر این اتفاق میفته. فرض کنید که سرچ باکستون بر اساس آن کلیک نیست و بر اساس آن چنج. اگر بر اساس آن چنج باشه، هر کاراکتری که کاربر میاد و تایپ میکنه، ما یک بار اون عملیات آن چنج داره اتفاق میفته. حالا اگر بخوایم ریکوست بزنیم به بک اند، یک بار عملیات ریکوست زدن اتفاق میفته با هر کاراکتری که چاپ میشه. و اگر بخوایم فیلتر بزنیم داخل لیست دیتامون که در پروژه فرانتی هست، باز هم یک عملیات فیلتر هر دفعه داره اتفاق میفته. در صورتی که کاربر میدونه که میخواد چی وارد کنه و نیازی نیست مثلا الان فرازندان سرچ بزنم، نیاز ندارم الان برای من عملیات سرچ انجام بشه. وقتی که کارم تموم شد عملیات سرچ انجام میشه. یعنی الان اینجا چند ثانیه منتظر میمونه. اگر من کاراکتر جدید چاپ نکردم، اون موقع عملیات رو انجام میده که به نظر من خیلی خیلی کاربردی میتونه باشه. این هم نحوه استفادهشه که میتونید مطالعه داشته باشه که خیلی هم ساده است. در واقع تایمش هم خودتون میتونید مشخص کنید که بعد از چند ثانیه اکشن انجام بشه. یوز فوایکن هست که بیشتر برای بحث متا تگ هاست که حالا ما این فوایکن رو میتونیم ست بکنیم برای پروژهمون با همین هوک ساده که البته توصیه نمی‌کنم از این استفاده بکنید خیلی. یوز لوکال استوریج هست که این هم خیلی کاربردیه. گفتم برای یوز کوکی ما از کوکی یونیورسال معمولا استفاده می‌کنیم، اما برای مدیریت کردن لوکال استوریج معمولا کاستوم هوک می‌نویسیم، چون خود لوکال استوریج خیلی ارتباط خوبی با نکست جی اس و ریاکت نداره. مثلا نکست جی اس که من حالا چند بار اومدم حالت معمولی استفاده بکنم، ارور ویندو به من میداد که حالا باید شرط می‌ذاشتیم و یه سری کارا انجام میدادیم. اما این هوک کاستوم هوک در واقع خیلی کار ما رو ساده می‌کنه و توی اکثر پروژه من دیدم که از یوز لوکال استوریج در پروژه‌هاشون استفاده کردن که خیلی 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 کارو ساده می‌کنه. بحث بعدی یوز لاک بادی اسکرول هست که میگه حالت اسکرولی رو لاک میکنه در پروژه و اجازه نمیده که اون المنت اون دیگه اسکرول بشه، که
حالا این هم بسته به نیاز میتونه جالب باشه که اینجا توضیح هم داده در موردش اگر اشتباه نکنم. میگه که مفیده برای مودال ها و اوورلی ها. یعنی وقتی ما یک مودالی رو میاریم دیگه صفحه زیرش اسکرول نشه. فرض کنید یک مودالی وسط صفحه باز میشه و نیاز نیست دیگه ما زیرش رو قابل اسکرول بکنیم. یعنی بهتره که وقتی مودال باز میشه اسکرول نشه صفحه. یوز استیشن استوریج هست که برای مدیریت کردن استیشن استوریج ها هست. و از این بخش دیگه فکر میکنم کافی باشه. حالا میگم اگر خواستید من میتونم یک دوره در مورد این کاستوم هوک ها بسازم و خیلی دقیق تر ما این کاستوم هوک ها رو با مثال های بهتری بررسی بکنیم. اما بحث لایف سایکل ها، اولین لایف سایکلی که هست یوز افکت وانس هست که میگه یک بار فقط در زمان ماونت شدن کامپوننت اون قطعه کد ما اجرا میشه که خیلی میتونه کاربردی باشه و اینجا هم کلین اپ کرده. یعنی فقط زمانی که کامپوننت ما ماونت میشه این اجرا میشه دیگه. اگر کامپوننت ما رندر بشه این اجرا نمیشه. کاستوم هوک بعدی که بخوام بگم کاربردیه یوز آپدیت افکت رو هم یه بررسی بکنیم. این خیلی کاربردی بود. اتفاقا چند وقت پیش با یکی از دیولپرهای شرکت بحث می‌کردیم. گفت که من همچین مشکلی دارم، به نظر چیکار بکنم. من این توی ذهنم بود و بهش گفتم که از این کاستوم هوک میتونی استفاده بکنی. کاستوم هوک هم خیلی جالبه. میاد و میگه که بار اول این اجرا نمیشه. یعنی فرض کنید که کامپوننت ماونت شده، این اجرا نمیشه، تنها زمانی اجرا میشه که دپندنسی هایی که دارد تغییر بکند. پس بار اول این اجرا نمیشه و به نظرم خیلی خیلی این جالبه. یوز ماونت رو داریم و یوز آن ماونت رو داریم که توی ریاکت فانکشنال ما این دوتا رو نداریم در واقع مثل کلاس کامپوننت ها. اما با این کاستوم هوک ها ما میتونیم زمانی که ماونت شد دقیقاً یک مدیریتی داشته باشیم و زمانی هم که آن ماونت شد یک مدیریت دیگه‌ای داشته باشیم. یوز لاگر هم میتونه برای دیباگ جالب باشه. اینجا ما میتونیم در واقع اگر از این لاگر استفاده بکنیم در حالت ماونت، آپدیت و آن ماونت یک لاگ برای ما میندازه. میتونه برای دیباگ کردن خوب باشه. مورد بعدی یوز ایزومورفیسم لایوت افکت هست که این بیشتر برای بحث SSR میتونه جواب بده. اگر نکست کار کردید بعضی وقتا با این مشکل که خطای SSR میده مواجه شدید. خطای رندرینگ میده که من فکر میکنم 2 هفته پیش بود دقیقاً با همچین خطای مواجه شدم و از این هوک ما میتونیم استفاده بکنیم. مثلا اگر لوکال استوریج رو شما میاد ویندو دات لوکال استوریج مینویسید احتمال زیاد بهتون خطا میده. یعنی از آبجکت ویندو که استفاده میکنید چون سرور سایت داره اون کامپوننتتون اجرا میشه خطا بهتون میده، ولی میتونید این بخش رو توی یوز لایوت افکت قرار بدید. هوک بعدی یوز دیپ کامپیر افکت هست که این هم جالبه. میاد و همون یوز افکت رو انجام میده، ولی این دپندنسی که میگیره رو میاد با مقدار قبلیش بررسی میکنه. اگر که برابر بود این یوز افکت رو دیگه تکرار نمیکنه و ریرندر نمیکنه. تفاوتش هم اینه که اینجا میگه رفرنس ایکوالیتی نیست. یعنی میاد و مقدار رو بررسی میکنه نه رفرنس اون آبجکت رو. چون اگر یک بار دیگه اون آپشن ساخته بشه رفرنسش تغییر میکنه ولی ممکنه مقدارش همون باشه. برای همین این هم میتونه در بعضی از موارد کمک کننده باشه. حالا دیپ کامپیر داریم و شالو کامپیر داریم که کاملا مشخصه چه تفاوتی دارن. اما بحث استیت هاست که خیلی فکر میکنم این جلسه طولانی شد. برای مموایز کردن هوکا کریت ممو استفاده میشه. ریدوسر هم که در واقع کاستوم میدلوره برای ریدوسر ها. اینا رو من تا الان استفاده نکردم حقیقتش، ولی یوز دیفالت رو من دوست داشتم. یوز دیفالت میاد یک استیت رو برای ما تعریف میکنه، اما شما هم میتونید مقدار دیفالت بهش بدید هم مقدار اینیشیال بهش بدید که بسته به شرایط میتونید از هر کدوم بیاید و استفاده بکنید. یوز لیتست رو داریم که میاد آخرین استیت یا پراپ رو برمیگردونه به ما که ما میتونیم از اون استفاده بکنیم. نحوه نوشتنش هم به این صورته. مخصوصا برای مبالغ و کانت ها این خیلی میتونه کمک کننده باشه برای ذخیره سازی مقداری که در حال تغییر و ما میخوایم از آخرش استفاده بکنیم. یوز پریویس داریم که یکی مونده با آخری رو به ما نمایش میده. یوز استیت لیست هم داریم که این هم یه نگاهی بهش بندازیم. این میاد در واقع هم متد استیت پریو نکس ست استیت اد ست استیت و کارنت ایندکس رو داره که این هم بسته به نیازمون میتونیم استفاده بکنیم. یعنی دیگه نیاز نیست خودمون همچین متد هایی رو بنویسیم مثل کارنت ایندکس و اینا. خیلی ساده ما میتونیم بیایم از یوز استیت لیست استفاده بکنیم که تمام این موارد رو در خودش داره.
یوز تاگل رو داریم که یوز تاگل هم خیلی استفاده میشه. حالا همه اینها رو ما میتونیم به صورت پیور بنویسیم، ولی خب یه مقدار این از لحاظ تایمی برای ما به صرفه تره و البته اون کاستوم هوک هم که نوشته شده امتحان خودش رو پس داده و نیاز به آزمون خطا نداره که مشخص یوز تاگل هم چیکار میکنه. کاستوم هوک بعدی یوز کانتر هست که برای شمارش استفاده میشه. حالا این هم در جای خودش میتونه قابل استفاده باشه، یه نگاهی بهش بندازیم که مواردی مثل اینکریمنت، دیکریمنت، ست کردن و ریست کردن رو داره که میگم نیاز نیست ما دیگه بیایم همچین فانکشن هایی رو تعریف بکنیم و خیلی ساده میتونیم از فانکشن هایی که در این کاستوم هوک تعریف شده استفاده بکنیم. خیلی ساده ریست میکنیم، دیکریمنت، اینکریمنت و هر مقداری هم که بخوایم میتونیم بهش بدیم. یوز لیسته که متد های مختلفی داره برای آرایه ها. همین متد ها رو ما میتونیم خیلی ساده اینجا استفاده بکنیم و تفاوتی هم که داره زمانی که اگر این تغییر بکنه این آپدیت میشه رندر ما. این در حالت دیفالت که ما از متد پوش استفاده بکنیم کامپوننت ما رندر نمیشه، اما اگر بخوایم وقتی که از متد پوش و این متد ها استفاده بکنیم کامپوننت ما هم رندر بشه یک بار، میتونیم بیایم از یوز لیست استفاده بکنیم. یوز مپ رو داریم که برای کار با آبجکت هاست، مثل یوز لیست عمل میکنه. مثل یوز لیست که دقیقاً نه، ولی خب این هم متد های خاص خودش رو داره که میتونیم از اونها استفاده بکنیم. و بقیه مواردی که میبینید، حالا انقدر که تعدادشون زیاده فکر میکنم نمیشه همه رو الان بررسی کرد و امیدوارم که خسته نشده باشید از این ویدیو. حالا چون صرفاً قرار بود یک بررسی داشته باشیم شاید ویدیو خسته کننده باشه، شاید خیلی حتی یک برخی از کاستوم هوک‌ها خیلی براتون جا نیفتاده باشه چون قرار نبود تایم زیادی روشون بذاریم و صرفاً یک بحثی در موردشون داشته باشیم، یک نگاهی داشته باشیم. ولی حتما اینجا بیاید یک نگاهی بندازید. خیلی ساده اینجا مثلا یوز ست رو شما باز بکنید ببینید که چی داره، مطالعه بکنید. اینجا میبینید چه فانکشن هایی داره و میتونید از اونها استفاده بکنید که بسته به نیازتون، بسته به استراکچر پروژهتون، بسته به ابزارهایی که استفاده میکنید میتونید بیاید و از این کاستوم هوک ها هم استفاده بکنید. یوز رندر کانت که میگه که این کامپوننت شما الان چند بار ری رندر شده و میتونه بهتون کمک کننده باشه برای بحث پرفورمنس و بحث دیباگ. و همین دیگه، امیدوارم که این ویدیو هم براتون کاربردی بوده باشه. حتما حمایت بکنید. اگر نظری دارید بگید به من. حقیقتش الان ساب های چنل یوتیوب من خیلی بالا نیست، یه مقدار انگیزه کار کردن رو ندارم. امیدوارم که حمایت بکنید. اگر حمایت بشه قطعا ویدیوهای با کیفیت تر، بهتر و دقیق تری رو میسازم. امیدوارم که هر جا که هستید حالتون خوب باشه و خدا نگهدار.